حاج بدی ازش پرسیدم میگن چرا تو نمیری تفریح؟ همه روز این زبده که میشون راجع تفریح تو هیچ جا نمیره. میگه من نمیخوام برم. میگن خب آخه دلیلش چیه که نمیره؟ میگه نمیخوام. مگزوری که میگن آخه با دلیلش بگویی که چرا نمیره. میگه شما فرض کنید صبح 13 رو میخوایم بریم شولاتی. صبح ساعت 9 میان آدم از خواب بیدار میکنن نمیلن آدم بخوابه. برمیخواستی حالا بساط ورم داری، حال کجا میخوای بری شولاتی؟ الهی امید تو. اساسا زنه میله تو صندوق عقب میایدن فلکه عباسوادی رسید میگه یه آتیشون میگیره زود پزه یادمون رو بیارم. حالا با دور بزنی بیای دوباره خونه. زود پزه ورم داری میره شولاتی. حالا ساعت چنده؟ 11. حالا میخوای بشین. جا خونی. حالا جای پیدا میکنی. فرشت پم میکنی باد میزنه کپوش میزنه. دوباره پم میکنی باد میزنه کپوش میزنه. دوباره پم میکنی تو سنگ میلیریش میشینی همین نشستی سنگ میره یه جایی. حالا باید این سنگار دراره جابجا کنی. یه بادی میاد صد من خاکی پاشری فرشه. حال زوره دیگه میخوان نونو بدم بخور. یه مش پلو میارم میلن جلو ریش یخه زیروش داغ. روغنم خواهد نه آوردن بدن ریش. حالا خوراکی میخوانی میخوای بخوابی. متکا خو نه آورد. زنا خیلی تحویلت میگیرن یه چادری میدن. حالا چادر میکشیری کلت پایات داره. میکشیری پایات کلت داره. همین چشت میاد داغ بشه بچه‌ها خودتو میزنن تو کلت. دنده به دنده میشه. خب بچه‌ها دعوا میکنی یک میاره تو پاملری کمد. حال برمیشید. حال میخوای بری دستشویی. یا آفتابی برم داری. حال همه عالم میدونن تو کجا میخوای بری. هی میره پیدا هستی. میره پیدا هستی. حالا جای پیدا میکنی میشینی کارت جدی نگاه میکنی تو آفتابا اونی. سیلا خوده اوارم. حالا خود سنگ خودتو پاک میکنی برمیخیزی میای. همگی برمیخیزی نگاه میکنی ایداد بیداد ریده تو دمپایی. میای یه چایی یخی دی نمیخوری اساسا بار میکنی میخواد بخونی. آخه این چه تفریحی شده بشه میخوام نرم.